با نام خدای توانا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. ما فعلا قرار داریم در یکی از کوچه ها و خیابان هایی که ما را به سمت موزه الدل ماشین میبرد و اینم یکی از کوچه ها و خیابان ها و ساختمان های نو تاسیس در این کوچه. من میخوام که شما را به سیر تماشای این موزه ببرم و اینا گفتن نماند به کانال ما سر بزنید و کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید. و ما شروع میکنیم با برنامه نوبتی. با ما باشید تا آخر برنامه را. خیلی چیزهای جالب دیدنی از پیش است. رفتیم. فعلا قرار دارم در یکی از کوچه های شهر و نصیب باشم و میخوام یک چیز جالب برای شما نشون بدم. اینجا نزدیکی باشم بریم. یک چی میگن کاروسل فوق العاده، کاروسل غیر عادی است. خیلی چیزهای عجیب و غریب داره در اینجا. الدل ماشین یعنی تالار ماشین های عجیب و غریب. یکی از چیاش اینمی کاروسلش هست. خیلی جالب ساخته شده است. این طرف هم ساختمان های دیگر و خیابان ها و کوچه های دیگر. دوستان ببینین هم یکی از کاروسل هایی که غیر عادی است. کاروسل هایی که از آهن پاره های مثلا ساده ساخته شده است. ببینید اینجا هم صورتی چی میگن قندزک هم هست، صورت فیل هم هست، صورتی مثلا دیگه اجسام هست. آره باید در حرکت بدراین بچه‌هاش نیستن کودکا. و این رو ببینید همش ساختمانش و کاربارش همش از آهن‌های پرتافتگی است که مثلا آهن پاره هستن در کسی در کار نیستن یا گفتن خیلی ساختن و خیلی هم جالب هم هست. ببینید دوستان هم از دیگه طرفش این حواله مردم ششتن کودکان و نصیب باشه حرکت میکنه. این دهنی موهی هم هست. این سر اینجا اکسیگاه هم هست. حرکتاش ببین چقدر حرکت هم. خیلی جالب هم هست. این اکسی خرچنگ رو نمیفهم، خندزک رو نمیفهم، کژدم و ما چیزا هست خلاصه گرد حشرات و مشرات. خیلی جالب هم هست. ببینید دوستان اصلا می ساختمانی که ساخته شده است موقتی است. در وقتش در اینجا پلاسه چی بوده؟ ایرپورت بوده، ایرپورت قدیمه شهر تولوز. و در اینجا نگاه ای ایرپورت با هم چی کردن؟ از بین بردنش و در اینجا ساختمان ها و سینما و نمیفهم موزه ها و چیزا ساخته شدن. اینجا ببینید دوستان این هم پلاسه ای که به دست در وقتش پلاسه ایرپورت این را گرفتن چی کردن با استفاده دادن و خاطری هم ساختمان های خانگی استقامتی و هم چندین دفتر و آفیس ها. و میریم دیگه طرف های این کوچه. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در چنانچه گفتیم در یکی از جاهای دیدنی و خیلی هم زیبای شهر تولوز، موزه الدل ماشین یا تالار ماشین های عجیب و غریب. و این گاوی از این دوستا را بینین خیلی نصیب باشه ما میریم نزدیک، از نزدیک ایره بنوار میگیریم. یه ساختمان سینما هست، سینماهای انیمکس، سینمای 3D 5D، همه سینماهای چی بهترین دنیا و پیشرفته دنیا. و اینو ببینید دوستان عزیز اینجا پاوگ یا همون تارتانک گفته گپا فیگورش بوده.
این هم از همون چیزی که گفتیم من گاوی عزیز میرسه از پشت سرش ببینید چند طبقه و در بالای ماشین های بیکاره ساخته شده است. این وقت کرام بوده، تراکتور بوده، چی بوده ای؟ نگاهی را گرفتن. خیلی چی سازش کنم و ایوا حرکت هم میکن دوستان. دیزل میریزن، نیم دیزل بوده نیم الکتریک آقای بکابستان. یاده دوستان خیلی جالب هم است. شافور در اینجا بشینه در پیش. این دوستان این را ببینید، این هم از طرفی چی میگن راست پیشش از زاویه پیش ببینید خیلی جالب هم است. چون گفتیم این هم در یکی از موزه های شهر تولوز می باشد. آل دی لا ماشین. یا طرفش رستوران و بار است. این لوستر را بینید دوستان. این هم یکی از لوسترهای جالبی که در این ساخته شد. و راستی دوستان اینجا شب خیلی هم چی میگن نمودی خوب داره. تمام چراغا روشن میشن، تمام چراغا روشن میشن، خیلی زیبا هم هست. و این هم صحنه بیرونی موزه آل دی لا ماشینی شهر تولوز. اینجا را به حساب نو ساختن. خیلی خانه ها و ساختمان های نو اینجا ساخته شده است و خاطر مردم. و ما میریم نگاه طرف و داخلش دوستان عزیز زیاده از 200 داخلش چی از موزه است، زیاده از 200 تا اکسپوننت یا که 200 تا ماشین چیزا داره. و چند سال قبل ما هم در برنامه داشتیم و اگر که خواستین با یوتیوب ما سر بزنین در کانال حکیم تیوی برنامه های اینجا گفتگاه مفصل درباره اینجا گفته شده است و میتونید شما بدرین تماشا کنید. و ما در پایان این ویدیو سیلکش هم میمانم. شما میتونید که بدرین از این موزه فوق العاده معلومات پیدا کنید و دیدن کنید. خب اینم نگاه طرفا. هم از طرف بیرون، از طرف رو بروی مثلا خود موزه و در اینجا چندین رستوران ها و پیتزا فروشی ها و دیگه فعالیت میکنن. و ساعت هم ساعت 12:30 قریب 1 است و اینجا خیلی نفرها به خاطر دیدن و غذا خوردن میان. اینو ببینید دوستان صورتی گاوا بیچ کرده برزگاه گاوا که در پامیر تاجیکستان در بدخشان نخه گاوا اینجا هم بشون. اینجا هم چیش هسته عکس. خب دیگه دوستان عزیز در اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم کم معلومات درباره موزه آل دی لا ماشین شهر تولوز و شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.